اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان سالهای 2019-2021 را سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلام کردند. برای جنبش سال اول در کاخ دوستی شهر ترسونزاده چهاره‌بینی فرنگی فراغتی دایر گردید. در چهاره‌بینی مذکور نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و دیگر مهمانان ضمن برآمدهایشان قید کردند که با مقصد وسعت بخشیدن و با در نظر داشت ضرورت انکشاف اینفراستراکچور دهات امروزها در تمام دهه‌ها و شهر ترسونزاده کارهای سازندگی و بنیادگذاری رفته ایستاده موضع‌های سیاحی نیز به قید گرفته می‌شوند. در شهر ترسونزاده تا ماه سال جاری دو موضوع سیاحی موجود بود که این موضوع دره شیرکه و دره قرطاق بود که در آخر سال 2019 آمده این موضوع 10 عدد را تشکیل نمود که در اینجا 3 تا یادگارهای تاریخی و جایهای استراحتی موضوعهای تاریخی در اینجا به خط سیر وارد کرده شد که در این خط سیرها چنین می باشد: زیارتگاه خواجه نقشیران، زیارتگاه آفاق خوجه، زیارتگاه بهاءالدین نقشبند، موضوعهای دره قرطاق، قطارکوهای قرطاق، ایزی دینازور و 3-4 آثارخانه‌های زمانوی و تاریخی در شهر ترسونزاده موجود بوده به موضوعها وارد کرده شد. اعلان کردن سالهای 2019-2021 را سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اگر از یک طرف بر روند تدریجاً بهتر نمودن سطح زندگی اهالی کشور مخصوصاً سطح زندگی هنرمندان مردمی تاثیر بزرگ رسانید، از طرف دیگر در بلند برداشتن افتخار ملی و حس وطنداری اینچنین احساس احترام به هنرهای مردمی نقش موثر می‌گذارد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان سالهای 2019-2021 را سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلام نمودند. این باعث خوشنودی تمام تاجیکان و تاجیکستانیان می باشد، زیرا در این سال هنرهای مردمی رشد می یابند. ما جوانان می کوشیم تا هنرهایی که از بیبی و بیبی کلانهای ما میراث ماندند از خود نماییم. تاجیکستان میکنم شکر کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزارم و از آزار تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خورت برابر زندگی کردم بس است. در آخر چهاره‌بینی از جانب کارمندان شعبه فرهنگ نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی، مکتب موسیقی و جوانان فعال کالج و لیسه‌های شهر ترسونزاده یک برنامه جالب و رنگین، صحنه‌های دیدنی، سرود و ترانه‌های وطن دوستانه پیشکش ساکنان این گوشه کشور گردانده شد.